شد اون بازی. سپاهانی که به قهرمانی لیگ برتر میرسه و تراکتورسازی که نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور میشه. جشن و سرور، هیجان وصف ناشدنی. عزیزان تماشاگر، خواهش تشریف آوردن تا انشاءالله کمال آرامش‌تر مراسم برگزار olsun. صحنه که دیدید تماشاگران اومدن تو زمین، شاید بزرگترین دروغ تاریخ لیگ برتر به همه گفته شد. حالا کی گفتشو نمیدونیم، ولی گفتن بازی 2-2 شده. فکر کردن اینجا قهرمان شد. نمیرن الان ببین واقعا پاهاشون فکر نکنم قدرتی داشته باشه. دقیقاً چند دقیقه گذشته ولی کل استادیوم میبینید تماشاگر نشسته پره. تماشاگر رو ببینید، کسی خونه نمیره. بدترین نتیجه ممکن برای این دو تا تیم. این همه مردم اومده بودن قهرمانی تیم رو ببینن، نیومده بودن که بازیچه دست یه عده بشه. بازیچه شدیم این روزا. همه بچه‌های تیم اینجا الان با گریه رفتن. به خدا ظلم کردن.
تبریک به سپاهانی که قهرمان شد، ولی فوتبال بازم همه رو غافلگیر کرد. من بغل دیوار وایساده بودم، دیدم سنگ دارن پرت میکنن. یکم رفتم پایین، همه مردم گفتن داور داخل، اینو بزنین. فقط تو ماشین بودین شما؟ خودم چند نفرم بعضی خودم تو ماشین بودیم. ما کلا 4 نفر تو ماشین بودیم که همه با سنگ و لغد و هر چی دستشون اومد کوبیدن تو ماشین دیگه. آخر در رو وا کردم گفتم داور تو ماشین من نیست. بعد ولم کرده. کی گفت اصلا دو؟ ما از اون نیمکت خبرنگارا اول گفتن، همه خبرنگارا میگفتن پشت گل بودین. همه خبرنگارا همه میگفتن 2-2 تماشا کرد. من یهو دیدم تماشاگرها دارن تشویق خود میگفتن 2-2 اگه نمیگفتن که دقیقه آخر بخواد پایین گفتن دیگه اصلا جو نداشت. تو تماشاگرها خوشحالی میکردن فکر کنم 2-2 من بودم. آره همه گفتن بعد ما زنگ می‌زدیم رفیقم گفت بابا به خدا هیچه دارن جشن قهرمانی گفتن اول گفتن 2-1 پشتش داده بعد گفتن 2-2 شاملا به تیمم منتظر شد. تیم شما هم فکر کرد 2-2 شد. ما هم فکر کردیم 2-2 شد. حیف نبود 3-3 بشه. میگم خود تراکتور هم بازی مخاطب دیگه حمله نمی‌کرد مثلا خود اگه تراکتور میدونست که میخواد دوم نشه حمله میکرد دیگه. 8-9 دقیقه بود. توی 8 دقیقه یکی از اینا گل می‌خورد. مطمئن باش. بله، خوشحالی سپاهانی‌ها در اصفهان، قهرمانی سپاهان برای 5مین بار و نفت و تراکتوری که اینجا با هم جنگیدن تا سپاهان قهرمان شه. اتفاقای بعد بازی هم دیدید که واقعا عجیب و غریب بود. خوشحالی تماشاگرایی که نمیدونم کی بهشون گفت که بازی 2-2 شده و فکر کردن که اینجا تراکتور قهرمان شده، ولی واقعیت قهرمانی سپاهانه. تصویری که می‌بینید شاید تراژیک ترین صحنه لیگ برتر باشگاه کشورمونه. توی اتاق که اتاق خبری کنفرانس خبری نیست، کنار یه مربی که تیمش 3-1 و 3-3 کرده و باعث شده تیم دیگه قهرمان شه. خسته نباشید. سلامت باشید. چجوری شد؟ از نتیجه بازی برای برگشت تیممون خیلی راضی هستم، ولی از عملکرد آماتور داخل استادیوم خیلی ناراحتیم. ما یعنی قهرمانی تو دستامون بود، با یه دونه فن عجیب غریب اومدن با یه رکب از دست نفت گرفتن. ما سوار بازی بودیم و تیم تراکتورسازی عقب نشسته بود. یه دفعه دقیقه 88 نمیدونم کی از داخل مجموعه اومد گفتش که سایپا با سپاهان 2-2 کرده و اصلا این نیمکت تراکتورسازی بی محابا ریختن روی داخل زمین که همه بیان رو نیمهشون. 3 تا بازیکنشون خوردن زمین. 6 دقیقه بلند نمی شدن، در صورتی که از بالا تمام مجموعه ما، آنالیزورهای ما، مدیر فنیمون همه میگفتن آقا 2-0 صدایی نمی رسید به پایین. تمام استادیوم قبول کردن بازی 2-2 شده. اصلا ظرف 6 دقیقه برق بازی برگشت. ما شانس 100% گل داشتیم، به این دلیل که اگر تیم تراکتورسازی میدونست که اونجا 2-0 شده قطع به یقین باید میومد بالا بازی میکرد. ما هم تو این 6 دقیقه البته 3 تا موقعیت گلم خراب کردیم. اصلا متوجه این نبودن بابا بازی 2-0 تو اصفهان تموم شده. اصلا رو قاعده ما و شما باید به هم گل بزنیم قهرمانمون معلوم بشه. انقدر فشار آوردن که من رفتم رو میز ناظر مسابقه گفتم اونجا 2-2 شده. گفت نمیدونم ولی میگن 2-2 شده. این میگن و من نفهمیدم آخر کی میگه. در کل تلاشمون بر این بود خودمون قهرمان بشیم. قربون خدا برم، حتما همین اندازه برامون کافی بود. حتما قرار بود لیگو طی کنیم
جاده سپاهان رو هموار کنیم. نمیدونستم برن. یه اومدن فکر کردم باید جشن انقدر دقیق گفتن دو شده که من به تونی تبریک گفتم. ما با کادر فنی تبریک همه قش کردن، اومدیم داخل نگاه کردیم دیدیم بازی 2-0 تمام شده. بعد تبریک این گریه. حسین آقا هم پیرار سال اینجا بود. نف هر سال جادهشو داره صاف میکنه و قسمت سال دوم فکر کنم بلیه منصوری. حسین آقا به تبریک میگم و قسمت شما بود قهرمانی. به مردم خوب استان اصفهان هم تبریک میگم. آقا به نظرم خسته نباشید. به همه هوادارهای تراکتور فوق العاده تشویق کردن به این تیم دوست داشتنی و جمع و جور نفت که همینقدر رفیق و صمیمی و ساده اند و البته به سپاهانی که یادمون نره سپاهان قهرمان لیگ مونه دیگه. دست میتونیم بزنیم. تبریک میگیم. به نظر می دست میزنیم. اینو باید جواب بدم. من نمیگم که آقا جواب بدید. ولی من چیزمان رو میگم که 100% من میگم که بودا 100%. اینا جواب بدم به ما. در ارزش بازی نباید اینو آقای پوانی میذاشت دوباره. الان حال هوای بچه‌ها چطوره تو رخشان؟ بالاخره شما هم میدونید حال هوای شما خوبه؟ تماشاگرها خیلی آدرس گرفتن. من از اون ناراحت بودم. واقعا باید الان جواب اینو مسائلی که بالاخره تو شهر هست الان شما اینجا رو میبینید تو شهر واقعا هست جواب اینا باید کی بده من ما دوست داشتیم اینا قهرمانشن یا ما قهرمانشیم این نشد ولی خب من میگم دیگه آخه تراکتور زحمت کشیدیم ما هم زحمت کشیدیم این همه هفته هم بالا بودیم واسه چی باید سپاهان قهرمان بشه یا ما میشدیم یا اینا ما سوار بازی شدیم فهمیدیم ما هم یه دفعه دیدیم همه والا نیمکت تراکتور والا ادینیو پرچم گرفته و سامان نریمان جوان 2-2 میکرد اینطوری میکرد تراکتور اومد یهو 2-2 من حامدلک انقدر نمیخوابید 3 دقیقه فقط حامدلک خوابید هم اینا داشتن حمله میکردن هم ما داشتیم حمله میکردن 3 دقیقه 4 دقیقه وقت داشتن نمیدونم کی خبر رو داد اصلا بچه‌ها وایسادن مثلا خیلی بد بود بعد نیرو انتظامی خیلی کم اومده بود خیلی من نمیدونم بازی به این حساسی نمیدونم چرا نیرو انتظامی انقدر کم اومده بود شما سوالین اولی آره من اصلا ترسیده بودم دنبالم کردم به قرآن من دیگه کی لباس می‌خواست یکی آره ما که دویدیم دیگه با وحید شیخ فیسی دویدیم گفتیم الان ما رو میزنه ترفند کذبی بود که از سمت نمیدونم چه کسانی هدایت شما نفهمیدید چه کسی واقعا نه واقعا خیلی حرفه‌ای عمل شد و در بحت و بحتان حتی مسئولین تحریریه استان تبریز هم از این موضوع بسیار شوکه شدن مسائل آتش بازیه آره خوبین اصلا نشد امسال آتش بازی اینجا والا با این مشکلاتی که به وجود اومد نشد دیگه نشد یه کار خیلی خوبی هم داشتیم که متاسفانه نشد و وسایل آتش بازی نزده است یعنی نزده است اجرا نشده واقعا حیف شد سکوی قهرمانی که نزدن و شاید تراژیک ترین بازی تاریخ لیگ برتر پایان بازی تراکتور نفت یه جورایی بدم نمیومد تراکتور قهرمان شدن فقط به خاطر تماشاگرش واقعا امروز سنگ تمام گذاشتن من فکر کنم باید یه الگو بشه برای تمام شهرستانا اینجوری تشکیل کنه یعنی شاید اگه ما 100,000 تماشاگر امروز داشتیم میتونستیم خیلی راحتی بازی رو ببینیم خیلی راحت فرهنگ درست بشه که همه مردم دیگه تیمای ما که بزرگتر از بایرن مونیخ و رئال مادرید نیست جامشون از دست دادن ولی مردمشون میزن همونجا سر جاشون رو صندلیشون تشویق میکنن حالا ما کدوم تیم بزرگتر از بایرن